مسعود اگه تو یه بار خوانندگی کنی خواننده میشی؟ نه اگه یه بار رانندگی بکنی راننده میشی؟ نه یا اگه یه بار آشپزی بکنی آشپز میشی؟ بگو دیگه میخواد چی بگی؟ نه آفرین، منم همینو دارم به بچه ها توضیح میدم که اگه فقط یه بار وارد اتاق من بشید از اونا نمیشید. نه فیروز، این دقیقا مثل این میمونه که تو یه بار قتل کنی ولی قاتل میشی. همون دیگه، مشکل همینه. ما با یه بار کار خوب آدم خوبه نمیشیم، ولی با یه کار بد آدم بده میشیم. راست میگی با این که همیشه چرت و پرت میگی ولی این بار داری راست میگی. من مسعود خیلی موقع راست میگم، گوش شنوا نیست و خیلی موقع هم راسته که میگم. چی؟ هیچ، وارد بحثش نمیشیم، تو زیاد دیدیش.